سلام و درود خدمت دوستان عزیز. این صدای سرماخوردگی ما رو به بزرگی خودتون ببخشید. یکی دیگه از کارهای مزایده‌ای که بنده موفق به بردنش شدم یک گردنبند برای شرکت HC هست که من معمولا مخففشو میگم، میدونی که اونایی که آنتیک جمع میکنن حسودن دیگه، یعنی یه جورایی دوست ندارن که چیزی که به دست میارن کسی دیگه هم داشته باشه. خب این یه توضیحات کوچیکی بچه ها بدم. این سنگ برنشتاین است دوستان عزیز. خب برنشتاین معمولا به سمت رنگ نارنجی که میره این خود ارزشش بیشتر میشه. یه تاریخچه کوچولو بگم دوستان عزیز، برنشتاین در اصل سنگ نیست. برنشتاین در اصل یه رزین هست و که در طبیعت یافت میشه و بیشتر هم در حوزه کشورهای اسکاندیناوی یا کشورهایی که در حاشیه، حالا در حاشیه که نه ولی محدوده دریای بالتیک هستن پیدا میشه دوستان عزیز، که حالا بعداً یه تاریخچه کامل و مفصلش رو من توضیح میدم. نقره 925 کار شده. معمولا بچه ها کارهای آنتیک 925 روش کار نمیشه، چون جنگ جهانی دوم خب مثل همون اتفاقاتی که تو ایران میفته کشورهای دیگه هم میفته. وقتی که کشوری که جنگ بشه معمولا مواد غذایی کم میشه، چه میدونم نقره کم میشه، طلا کم میشه. به خاطر همین یکی به خاطر کمبود نقره و طلا و که اون موقع خیلی ارزشمند بوده کمیاب شده بوده و یکی هم به خاطر عرض به حضورتون که استقامتش در آن زمان یا اون زمان در آن زمان استقامتش بیشترم بوده. به هر حال جو خشنی بوده. نقره 925 معمولا یک کوچولو به قول معروف زودتر صدمه میبینه، به خاطر همین از عیارشو میارن پایین تر، مواد دیگه قاطیش میکنن مثل مس و کروم و اینا قاطیش میکنن که استقامت این فلز رو ببرن بالا. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.